گفته‌ها و کردارهای اشتباه‌آمیز رئیس جمهور در روزهای اخیر به گونه‌ای از سرگرمی در میان کاربران صفحه‌های اجتماعی مبدل شدند. رئیس جمهور غنی در هفته پیش به سربازان ارتش گفت که از رسانه‌ها باد برمی‌آید، اما چند روز پس از آن در هنگام ادای نماز جنازه جنرال محی‌الدین قوری باسم از رئیس جمهور غنی اشتباه دیگر سر زد و در هنگام دعا به جای بلند کردن دست‌ها نیت به ادای نماز کرد. این نخستین بار نیست که در سخنها و کردارهای رئیس جمهور غنی اشتباه دیده می شود. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز امام حسین را نواسه خدا و حسن روحانی را رئیس جمهور افغانستان گفته است. کاربرد واژه‌ها به ویژه در مسائل اسلامی از سوی رئیس جمهور بارها انتقاد شده است، اما برخی از این اشتباه‌ها را نمی شود اشتباه لفظی گفت، مانند امام حسین نواسه خدا. روریستیوارد واره میگه افغانستان بانین به قرن 13 بره. بچه خر افغانستان هیچ وقت در قرن 13 نبود. دین مجلس برش اختار میدو. اگه سبا سر ایران فروخته بود، اگه بندش نکنم بچه آدم نباشم. او تلویزیون رو یک طرف کنید. بانین که از اونا باد برایه، از شما باد برایه. جناب دکتر روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان. در تازه ترین سفر رئیس جمهور به هرات، رئیس جمهور در هنگام ادای نماز جنازه اشتباه کرد و رئیس دفترش او را متوجه ساخت که اشتباه کرده است. فکر کنم که از نظر شخصیتی هم یک شخصیت بسیار پراسترس است در درونی و این هم یک عاملی است که میتونه اشتباهات تکرار کنه. هر اشتباه رئیس جمهور به سرگرمی بزرگ کاربران صفحه‌های اجتماعی مبدل می شود. یکی از این سرگرمی ها خواندن شعر علامه اقبال در پاکستان بود که با اشتباه زبانی معنای شعر را دگرگون ساخت. فساد آسیا در کشاد آسیا. حرفهای رئیس جمهور بیشتر از همه کارهای ازی سبب سرگرمی و سبب دلگرمی برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی شده. صفحات فیسبوک اجتماعی جا میریم، بیشتر همین موضوعات از که رئیس جمهور بعضی کارها یا سخنهای میزنه اشتباه میشه از پیشش. سخنان رئیس جمهور به عنوان شخص نخست کشور بسیار اثرگذار بوده میتواند، اما تکرار چنین اشتباهها اثرگذاری را از گفته های رئیس جمهور دور خواهد کرد. قابل معامله نیست.